یکی از خطرناکترین مشاغل دنیا به روایت خود شما. بهتون تبریک میگم که این مسیر رو انتخاب کردید. در تمام مشاغل دنیا تمام آدما کار میکنن که پول دریافت بکنن، ولی تو این شغل ما پول میدیم که بریم سر کار. این شغل با تمام مشاغل دنیا فرق داره. اینجا رئیس خودتون هستید، خودتون باید به خودتون دستور بدید و جالب اینجاست که باید خودتون اون کار رو انجام بدید و در نهایت اون رو بررسی بکنید. چون در تمام موارد دیگه، مثلا در ادارجات، رئیس از کارمند خودش مثلا گزارش میخواد و در پایان روز کاری اون کارمند باید بره گزارش رو تحویل رئیس خودش بده. در واقع اون داره دستور یکی دیگر رو اجرا میکنه. میخوام نگاه متفاوتی رو در مسیر معامله گری با هم پیدا کنیم و دریچه تازه‌ای رو با کمک هم باز بکنیم و نفسی تازه بکشیم و کلاً تفاوت رو با هم لمس بکنیم. همه ما اون اوائل به این موضوع باور داشتیم و متمرکز بودیم که کار ساده‌ایه، مثل آب خوردن، 2 تا خط میکشیم، بالا میفروشیم، پایین میخریم. دیگه تو بدترین حالت مثل سکه انداختن. تقریبا هممون این فکر رو اوایل کارمون داشتیم. ولی وقتی رفتیم جلوتر متوجه شدیم که این ماجرا فقط روی کاغذ قشنگه و جواب میده. حالا میخوام با عدد و رقم بهتون بگم اینجوری هم که فکر میکردیم نبوده. یکی از مؤسسات معتبر آمریکا حدود 10 سال چند 10,000 معامله‌گر رو زیر نظر گرفت و به نتایج واقعا عجیب و غریبی رسید که کمی ناراحت کننده و البته نگران کننده است که بعد از 5 سال حدود 7 الی 10% از کسایی که وارد مارکت شدن، مثل همه ما که از روز اول کلی رویا پردازی کردیم و اینکه حالا در ادامه راه اینا باقی موندن، یعنی حدود 90% از معامله‌گران بعد از 5 سال از این شغل خداحافظی کردن و تقریبا حدود 5% بعد از 7 سال تونسته بودن به سود مستمر برسن. خیلی راحت میشه نتیجه گرفت. حدود 95% از اینا ضرر کرده بودن. یک نکته جالب بهتون بگم، اون 95% بازنده رو اون شرکت مالی که خدمتتون گفتم ول نکرد به امان خدا، هم گذشته و هم آیندهشون رو بررسی کرد. اونا اتفاقا خیلی آدمای باهوش و موفقی بودند، با استعداد و با پشتکار برای جامعهشون. حالا به نظرتون بازار مالی یه دام بزرگه که قرار پولای من و شما رو ازمون بگیره؟ یعنی مثلا ما با دستای خودمون پولمون رو ببریم بندازیم تو آتیش؟ نگران نباشید، ما اینجاییم که بهتون کمک بکنیم و اجازه ندیم این اتفاقات بعد برای شما بیفته و ما هم جزء اون 5% برنده باشیم که به سود مستمر رسیدن. بالاخره اونا هم یک الگوی رفتاری، یک فوتوفنی، یک کاری میکردن که بالاخره تونستند به عنوان یک معامله‌گر به سود برسند. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که شما به سود برسید، ولی شما هم باید یک قول به ما بدید که این ویدیوها رو چندین و چند بار ببینید، نوت برداری بکنید، تمرین بکنید تا این تمرین ها به عادت تبدیل بشه. به قول آقای چارلز داهیگ در کتاب قدرت عادت میگه که به من بگو چه عادت هایی داری تا من بهت بگم چه آینده‌ای خواهی داشت. خب به بهره مرکب در شغل معامله گری هم یه اشاره بکنم و یک مثال بزنم که یه خورده دلگرم بشید. فرض کنید شما 1,000,000 تومان پول دارید و میتونید هر روز 1% سود بکنید. شما در پایان سال 365%، یعنی اون 1,000,000تون شده 5 برابر. حالا 1% واقعا کمه ولی نشدنی نیست.